دوستان عزیز سلام علیکم تماشا کنیم برادران عزیز اینجا یکر درباره چخه سیل با خونش در اومد چخه اومد یک سخن میکنه دل جگر تا باور سگو میکنه سیل در درون گوهر کودک بیعقل است ولی نمیدونه چی گپ چپای میگه میخنده یا بر نورا تماشا کنید اصلا نمیتونیم میبینم اگه نمیشه اور کنم میشینم سر در اون شده پارتی اگه راستم روش کنم نبا میخواست کنم میاد گوهر را بین سبحان الله هدرین گوهر بوده کن تاقا خیلی بچه شوزه هم گرفتیم گوهر گرفتیم رو بادیم برم مده میخنده بود خنده چه گلک خدا قدرت خدا جانم برای اینجا که بالا که بلندی او از زمین 1 متر زیادتره 1.5 متر و در این خانه دوزی این خانه دیگه با فیلمه که زندگی کردن نمیشه تقریبا 25-30 سانتی متر لای تاش این اینجا بلندیش 1 متر زیادتره نیو که چند قدر بالا خسته درمه اما لیلقه این اینجا صرفه قدرت الله جونم برطرف سازی پیامد سیل در شهر کلوب بگذارد روی خونه پری اوشتگن محله 16 نویه دنگره جرابی چی خیلی بوده سه کجا برن بین آدمو این چه خیلی بوده استغفرالله بچکو روی چند جاره بوده نه باشم این کشور کبانی خانه ها درود آن این سیلی که با کلوب رفتگی است آن از این منطقه است اینجا کدام ده هست؟ تودکفش و طرفش چمنزو این طرف تودکفش از اینجا آمدگی اینا نگاه کنید در یک شب چخیل شدگی است زمین
برنامه شهید میگن نامش شهید راهی طرف راه بوداست راه هم وایرون کرداست یک قسمی راه را